شما نظر شماست. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دومین ساعت هم برنامه مهمان آزادی نشر خواهد شد که در آن گفتگوی را با یکی از چهره‌های افغانستان خواهید شنید. اما حالا سرخط خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که روند بازگشت افغان‌ها از ایران و پاکستان به افغانستان و سفر آنها به این دو کشور همسایه در ماه اپریل نسبت به گذشته بیشتر بوده. این سازمان در گزارش امروز گفت که بیش از 29,000 افغان در ماه اپریل امسال از ایران بازگشتند، در حالی که در اپریل سال گذشته شمار عودت کنندگان از ایران به تقریباً 8500 تن میرسید. توبی لنزر، معاون پیشین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، خواهان رهایی متیولا ویسا، فعال آموزش از بند طالبان شده. لنزر در توییت امروز گفت که عید قربان بهترین موقع برای رهایی ویسا بود. طالبان متیولا ویسا، مسئول انجمن راه قلم، را در ماه مارچ در 27 این ماه امسال در کابل بازداشت کردند. تاکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در کابل، از مکانی که در آن مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان موقعیت دارند دیدار کرده است. سفارت ژاپن در توییت امروز گفت که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است. در پنجمین شب اعتراضات در فرانسه بیش از 700 تن بازداشت شدند. اعتراضات سرتاسری در فرانسه پس از آن آغاز شد که یک نوجوان الجزایری در تیراندازی پلیس بر روز سه‌شنبه گذشته در شهر پاریس کشته شد و مقام‌های نظامی اوکراین میگویند که روسیه پس از یک وقفه 12 روزه عملات را شب گذشته بر کیف و مناطق اطراف آن انجام داد. مهمان آزادی.